شعر در وصف کتاب از استاد یوسف جان احمدزاده. مرحبا. دنیای کتاب درگه نور، فرهنگ چراغ جاودانه. گر خانه بی کتاب باشد، تاریک بسد چراغ خانه. دنیای کتاب قله کوه، زین قله ره فرآمدن نیست. دنیای کتاب بیشه سبز، زین بیشه ره برآمدن نیست. دنیای کتاب گلشن بخت، خورشید بهار در زمستان. مهرش همچو شیر مادر، هستی حیات و راحتی جان. تشکر نویدا. اکنون میخواهیم که یگان چیز نثری برای ما، یگان افسانه، مثلا افسانه خروس زیرک را برای ما بگویی. یک خروسک در شاخ در بالای دیوار می نشست. ناگاه یک شغال به نزدش آمده گفت: ای خروسک، چرا به پایان نمی فرایی؟ بیا به نزد من بیا. بعد خروسک میگوید که نه، من به پایان نمی فرایم، چون که تو مرا خوردنی هستی. من مقصد تو را فهمیدم. شغال دروغ گفته میگوید نه، این طور نیست خروسک. در تو نمیدانی که شاه حیوانات شیر اعلان کرده است که همه حیوانات با هم دوست و رفیق باشند. سگ با گربه، شغال با خروس، گرگ با روباه. بعد خروسک میگوید که خروسک گپ درایی کرده میگوید که ای شغال، من حاضر از دور آواز صدای سگان رو میشنوم. تو هم میشنوی؟ آن سیله سگان رو از پشتت بین. شغال چون گپی خروسک رو فهمید، از ترس دیگر ندانست چی کار کند و گریخته رفت. و خروس گفت: ای شغال، کجا می روی؟ مگر تو نگفتی که همه حیوانات باید با هم دوست و رفیق باشند؟ شغال میگوید که ای خروس، من رفته به سگان این خبر را میدهم، چون که آنها شاید ندانستند این گپی پادشاه حیوانات را. خروسک خیلی خرسند می شود که جان خود را از شغال ابله نجات داد. همین شغال به خروس همی خیلی میگوید یا میگوید که شاید که همین سگها خبر نداشته باشند که پادشاه اعلان نموده است که همه حیوانات با هم دوست و رفیق باشند و گریخته می رود. چور ارزو کنستانتین اوشینسکی. از که اوشینسکی؟ همین با کدام فصل سال داخل دارد؟ به همه فصل های سال داخل دارد که پسرک وقتی که فصل تابستان می شود بسیار خرسندی می کند. در گرمی این سوی می رود، آن سو با جراهایش بازی می کند و رفته به نزد پدرش رفته می گوید: پدر جون، من می خواهم که همیشه فصل تابستان باشد. پدرش می گوید که رفته از کستیوم من دفترچه‌ام رو گیر و این آرزویت رو نویس. و وقتی که فصل تیر ماه می رسد، پسرک رفته از انگورها می خورد، سیب می خورد، میوه ها می خورد. در روی برگ های زرد که به مثل قالین زرد پهن شده بودند بازی می کند، این سو می دود، آن سو می دود. تشکر. از همه فصل زیبا کدام فصل بوده است برای هم پسرک؟ همه فصل با اون معقول است. اکنون برای خودت کدام فصل زیبا است؟ راستش رو بگو. با من زیادتر فصل بهار و تیر ماه، زیادتر فصل تیر ماه معقول است. تیر ماه برای چی معقول است تو؟ برای آنکه وقتی فصل تیر ماه می شود، ما در فصل تیر ماه میوه و سبزیجات پخته می رسند، میوه سبزیجات می خوریم. در روی زمین برگ‌های زرد که سبز بودند به مانند قالین زرد پهن می شوند، ما در روی آنها بازی می کنیم. درست است. این چنین در فصل تابستان معقول نیست؟ با من فصل تابستان هم معقول است. معقول است. امین جان شکوهی همین کتاب دارن در ماه اسد علوم میپزد. این از کتابی
آب از کجا می آید؟ اکنون آب از کجا می آید باید تو برای ما گویی. آب از کجا می آمده است؟ من این اثر رو مطالعه نمودم. نکردی؟ نه. اما که میلیسه رو هم نخوندی؟ مطالعه نمودم. مطالعه کردی ها؟ بله. میدونه. اما که میلیسه رو نقل کن. تو با کوچه برآمده نشو. وقتی که مادر انور لباسهای نوش رو پوشانده به کوچه میبرایند و آنها وقتی که با همراهی مادرش به بازار میروند و مادر انور رو در نزد تریزه بازار میگذارد و خودش میگوید که تو در همین جا است، من حاضر به درون بازار در آمده میآیم. اما زیادتر به انور درباره میلیسیا نقل میکردم و میترسید که نخود یگان میلیسیا اومده ما رو برد. کی نقل میکرد بسیارتر؟ بیبیش. وقتی که او در خونه با بیبیش یگان کار میکرد، سمبوسه میپخت یا کلچقن میپخت، او با بیبیش خلال میرساند. او رو با او خلال میرساند و بیبیش با او میگفت که حاضر امک میلیسیا رو زنگ میزنم، برای همین در یک جا قرار نشین. انور میپرسید که امک میلیسیا ما رو چیکار میکند؟ بیبیش میگفت که امک میلیسیا تو رو برده به یک خونه تاریک میاندازد. امک میلیسیا یک پسر داشت. بله. نامش چی بود؟ اکرم. نه با حرف سه سر میشود. سعید. خب در خانه شما دادر خواهران رو با چی میترسانن اگر شوخی کنن؟ در خانه ما دادر خواهرمون رو با بابا سگ میگویند که حاضر بابا رو فریاد میکنه. درست است. نه من خرسند که تو راستش رو گفتی. در بچگی هم ما رو همین خیلی میگفتن که حاضر بابا می آید برای ما خب که میشتیم. بله. آفرین، تشکر. روباه موزه‌پوش افسانه کن یک مختصرا همینجا قصه کن. روباه که در راه رفته ایستاده بود، ناگاه یک موزه رو یافته خرسند می شود و موزه ها رو می پوشد و ناگاه در راه رفته ایستاده بود که از پیشش یک گرگ می براید. اوی جورا جون، این موزه های زیبا رو از کجا آوردی؟ روباه می گوید که این موزه ها رو خودم دوختم. بعد گرگ می گوید واه چه خیلی زیبا، برای من هم می دوزی؟ روباه می گوید که مایلش و خرسند می شود که انا اکنون گرگ رو فریب کرده برای این زمستان خودم خوراک بسیار جمع می کنم. و با گرگ می گوید که برای این پوست یک برزگو، پوست گوسفند، یک گوسفند تیار و یک برزگو دیگر هم در کار می شود. گرگ می گوید این خیلی دشوار است، اما مایلش من این کار رو می کنم. بعد وقتی که او بعدی چندین روز این چیزها رو می آورد و روباه خیلی خرسند می شود که و خوراک این زمستانش رو یافته بود و با گرگ می گوید که بعد یک هفته بیا. یک هفته می گذارد، روباه از آن چیزها استفاده برده می خورد. بعد گرگ به نزد خانه روباه می آید و می گوید جورا جان، شما به من گفته بودید که بعد یک هفته بیا موزه هایت تیار. من برای موزه هایم آمدم. اما روباه می گوید که می بخشید جورا جان، من موزه های شما رو به آخر نرساندم دختنش رو. می توانید بعد یک ماه بیایید؟ گرگ ناعلاج راضی می شود و رفته باز بعد یک ماه می آید و می بیاید که روباه باز هم موزه هایش رو ندوخته است و می فهمد که روباه فریبگر او رو فریب داده است و می گوید که ای روباه فریبگر، من دیگر با تو هیچ وقت دوستی نمی کنم. تو به من فریب کردی که بعد یک هفته بیا، من آمدم باز گفتی که بعد یک ماه بیا، من دیگر با تو دوستی نمی کنم. و بعد همین دوستی روباه با گرگ به انجام می رسد. در خانه قاری اسمت در یک شبانه روز چند دانه گوگیر مصرف می شد؟ یک دانه گوگیر. خیلی کمی واقعا نقل کنید. وقتی که
صدریدین یعنی با همراهی بوی بچه به خونه آنها می روند و بوی بچه از او باید پولهای خود را از مرگ سودخور می گرفت. 1000 سومانی بود، آنها 1000 تنگه بود. آنها به خونه مرگ سودخور می روند، در آنجا به خونه قوری اشکنبه می روند. وقتی که آنها در بالای زینپایه ها می برایند خیلی تاریک بود و قوری اشکنبه وقتی که آنها رو می بیند با آنها رو به یک خانچه تاریک می درآورد و چراغ خود رو گیران می کند، روشن می کند و آنها رو می شناند. و در خانه بالاخانه زنهای قوری اشکنبه تاقی‌دوزی می کردند که قوری اشکنبه هر روز آنها را برده به بازار به مغازه می گذاشت و بعد یک هفته گرفته پولش رو به خانه می آورد، اما پولش رو به زنهایش نمی داد. گل خوشبوی در حمام روزی. گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دستی محبوبی به دستم. بدو گفتم مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. شبی که تا سحر بیدار بودم. پارچه از داستان چراغ ابدی انتظاری. شبی که تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگدل ناچار بودم. نخفتم داشتم امیدواری، دلم را می فشارید انتظاری. گرفته دود تماکو گلویم، خمیدم موی سر تا چشم و رویم. زدم گوگرد کردم باز خاموش، پپیراس در گیراندم رفت از هوش. قد و بر خانه را گشتم نشستم، گرفتم خامه با لرزنده دستم. دلم میخواست که شعر نویسم، نمایم شرح دستانم حدیثم. اگرچه خانه آرام است در شب، به شاعر جای الهام است در شب. شد نویدا، آفرین. بیا یک شعر بچگانه خوان کنی. این همین مثل پری قو از لطافت کنجای ما. مثل پری قو خوابیده قوقو، های های شمولک دومان کشولک نرس به قوقو. با اون پری قو چون خیزد از خوب مرا کند بوب. بر سر و رویم بر بند و مویم باران بارید باران بارید. شعر از عبدالملک، استاد عبدالملک بهاری. باران بارید باران بارید، تخت پشت میمون خورید. باران اومد با طبیعت جان در اومد. خیلی تاریک شد هوا. شعر از استاد عبدالملک بهاری. خیلی تاریک شد هوا، بازی بس ای بچه ها. اکنون وقتی خفتن شد، خوبی خوش بین گفتن شد. ما پروین را کفتیم. شعر از استاد یوسف جان احمدزاده. ما پروین را کفتیم، از سر جو یافتیم. در آبکی صافی جو می شست او دست و رو، دو رو یکش. آفتاب آفتاب. شعر از استاد یوسف جان احمدزاده. آفتاب آفتاب یک گپت میزنم. آفتاب یا تویی آفتاب یا منم. گوید از جان مرا هر زمان مادرم. تو یگانه پسر آفتابی سرم.
تو رو سحر کی خیزان شعر از استاد باید رجب مرا سحر کی خیزان مادرم کی سوی آبی جو خوند مادرم کی کورتم بی پوشان مادرم کی چای گرم نوشان مادرم کی مایده بافت مویم مادرم کی سیلا کرد رویم مادرم کی گل به دستی من داد مادرم کی مکتبم فرستاد مادرم کفایه آفرین نویده بانو شعر زبان مادری مرحمت قرائت نمید. قرائت کنید. هرچی او از مال دنیا داشت داد خطه بلخ و بخارا داشت داد سنتی والای و دیوان داشت داد تختی سامان داشت داد دشمنی دانشگدایش دانش سینا گرفت دشمنی بی سنتش دیوان مولانا گرفت دشمنی صورت پرستش صورتی بهزاد برد دشمنی بی خانهش در خانه او جا گرفت کفایه نویده جان یگان لطیفه گوید کم در خاطر خودتونم شاد شود و دیگران بیبی با نبیرش به سر و گشت برآمدند ناگاه بیبی معلمه نبیرش رو دمی گوید نبیره جان زودتر پنهان شو معلمتون نه بیبی جان شما پنهان شوید آخر من به معلمه گفته بودم که بیبی مرده است به مکتب نرفته بودم آفرین از یک لطیفه دیگر گوید پسرک به نزد افندی آمده میگوید پدر جان برای چی مویهای شما سفید شده است؟ آخر تو مویهای من رو سفید کردی. پسرک گپ درایی کرده میگوید نباشد مویهای بابایم رو شما سفید کردید. آفرین از ضرب مثل که شما خوندید من یک ضرب مثل میگویم شما همین رو شرح دید میشود. خب از دوستی نادان دشمن دانا به یعنی که دوستی که با ما دوست آدمی که با ما دوست هست نادان باشد وای با ما چی لازم است وقتی که دشمنی که با ما دشمن است آدمی که با ما دشمن است وای دانا باشد عاقل باشد از دوستی نادان دشمن دانا بهتر گفتن این گپ به نظر من همین خیال می نماید که وای از دوستی نادان که ما داریم از دوستی نادان بهره نمیگیریم هم خیلی بله. دشمن دانای ما بهتر است از چیستان هایی که شما خونده اید یکون چیستان رو بیان کرده میتونید در اینجا بله مرحمت من دوستی بیغرض هرچی خواهی دهم یاد مرا دانستن خواهی باید باشه با سواد جواب این چیستان کتاب می باشد تزگویک چی؟ بله گزنه گیاهی گنده گیاه که گزنده گزنه گیاه گنده گیاه گزنده گزنه گیاه گنده گیاه گزنده گزنه گیاه گنده گیاه گزنده آفرین خواهرم روی خط تماشا که همه چیزا گفتی از همه چیز نمونه هاش آوردی اینجا خیلی من اینجا بودم که روبایی و دو بیتی هم از زیاد کردی ها؟ بله یک تا روبایی یک تا دو بیتی از کی میخونی؟ از یکون شاعر است از خلق است دو بیتی از خلق کنی؟ اینجا آورد که من 17 تا روبایی و دو بیتی میدونم خیلی روبایی خون روبایی خلقی نوروز به نوبهار کی میبینم گلها را به 6 قطار کی میبینم گلها را به 6 قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار کی میبینم دو بیتی خلقی منم شیدای حسن کشوری خود منم محتاج مهر مادری خود نگردم گردی تخت ملک دیگر زمین گردد
به گرد محور خود. تشکر. سه سگ و یک گرگ فقط مضمون افسانه را گوید. افسانه را نقل نکنید که همین افسانه چی است؟ چی واقعیت رخ میده در همین افسانه در بر میگیرد؟ در کوچه سه سگ رفته ایستاده بودند که یک گرگ رو میبینند، از دنبال او رو دنبالگردی میکنند، از عقیبش دنبالگردی میدوند. دنبالگیری میکنند. بله، اما گرگ وقتی که آنها رو میبیند میگوید من اینقدر چی گناه کردم که این سگان ده ما رو دنبال. خلاصه گرگ چیکار میکنه در آخر؟ گرگ وقتی که یکی از سگان سفید سگی کلالگر بود، سگی سیاه سگی قصاب بود، سگی زرد باشد سگی سگی سنگ تراش بود. وقتی که بعد چی میشد؟ خلاصه بعد وقتی که گرگ در بالای تپه میشند و با سگ زرد رو آورده میگوید تو چه حق داری که من رو از دنبالم میدوی؟ من چی گناه کردم؟ من رفته وقتی که صاحب یعنی در اینجا گرگ از تعقیب سگا خودش رو چیکار میکند؟ با زیرکی خود؟ بله، با زیرکی خود خلاص میکند. نه خود رو خلاص در اینجا در کار است. خوب، تشکر. به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریمی خطا بخش پذیش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سری پاچاو هم نگردم فراز، به درگاه او بر زمین نیاز، نگردن کشان را بگیرد به فور، نه عذرآوران را براند به جور، اگر با پدر جنگ جوید کسی، پدر بیگمان خشم گیرد بسی. آفرین، تشکر. اکنون ما همراه تو اویشه به نصر میگذاریم. من تو تحصیب و سیبیان خوندی. بله. کدام حکایه به تو بسیار معقول است؟ حکایت تاش. حکایتی؟ تاش. بگو همه حکایه رو. روز توش از مکتب آمده ایستاده بود. او در راه مردی رو دید که مرد وقتی که از کیسه‌اش روی مالچه‌اش رو میبرآورد، قبچوقش به زمین افتاده ماند. بعد توش در قبچوق آن مرد رو گرفته به سوی خونه‌شان دویده گفت. بعد با والدینش گفت انا اکنون ما از قشاقی خلاص شدیم، امروز من تنگه طلای زیاده یافتم. بعد والدین این را گفته به والدینش واقعه را نقل کرد. والدینش گفتن که اگرچه صاحب قبچوق گرفتن تو را ندیده است، بلکه خداوند عالمیان میبیند. رو تیز قبچوق را به صاحبش برگردان و بیا به خانه بیا، و اگر نبری ندهی بعد در بین دوستانت تاش دوست گفته اعلام میکنم. تاش برده قبچوق را به صاحبش داد. آخر بعد او به خانه آمده به توبه کرد. قبچوق چی است؟ قبچوق تنگدانه کن؟ تنگدان یا همیان؟ خب امی محبوبه نعمت‌زاده بازیافت یک حکایه دارد. چی یافته است؟ فردوس در وقت بازی نانریزه رو می‌یابد و زود به کیسه می‌اندازد. به جورش غضنفر دویده می‌آید که تنگه یافتی؟ نه، من تنگه نیافتم. یک سومونی یافتی؟ نه، چیزی یافتم که از تنگه هم بالاتر است. تو 10 سومونی یافتی؟ چشمان سیاهش رو کلان کرده گفت غضنفر نه نیافتی. من چیزی یافتم که از 1000 سومونی هم بالاتر است.
یافتم تو حلقه طلا را یافتی. دیروز همسایه آنیسا یک حلقه طلاش را گم کرده بود. نه این را نه گفت. فردوس و نارضا یافته‌اش را از کیسه برآورده نشان داد. همین اویشا یک نانریزه که معده از 1000 سومانی چی قیمت‌تر است؟ بله. برای چی؟ برای آنکه نان از همه بالاست. نان چیزی از همه بالاست. بعضن گوش نشویم با یک نانریزه هم زور میشویم. جلال اکرامی وطن این چی است؟ این معنی دارد که این حکایه است که از یک پسر دوستش میپرسد که وطن چه معنی دارد. بعد او میگوید که وطن جایی که است جای تولد زادگاه اوست. بعد ما در وطن خود زندگی میکنیم. در وطن ما همه آبادی ها جایگیرند. تشکر. وطنم؟ بله. وطن ما کجا است؟ تاجیکستان. پایتخت تاجیکستان کجا است؟ شهر دوشنبه. در وسط دوشنبه یک شهر میدانی؟ در وسط وطن. خب در وسط تاجیکستان چی؟ ایوب تاجیکستان آبزاب من. امیدی دل و خاطر شاد من. چو فرزند تو حاضرم بر دفاع. به حفظی تو جان دارم نمایم فدا. وطن باعث افتخارم توی. وطن مبدأ اعتبارم توی. وطن تار و پود وجودم توی. وطن قبلگاه سجودم توی. منم وارث رستمی داستان. چو سیر از ماور پهلوان. چو سر باز تیمور ملک زمان. نیابد ز من دشمنی تو امان. ز ختلام نرشت و بدخشان تو. خجان است روشن زرافشان تو. حساب چوبا و گلستان تو. شدم متحد رود مردان تو. به صافی آب زلالت قسم. و پاکی خاک و جلالت قسم. ز کوه صبر و وادی همه تابجکیم. همه از دل و جان به تو صادقیم. تشکر. محبوبه نعمت‌زاده سخن سحرناک. همین سخن سحرناک کدام است؟ یک کلمه است. بعضا دو کلمه می شود. رحمت گفتن، عذر خواستن. همین در همین حکایه سخن سحرناک حلیم و نادر دو پسر بچه هستند. با افتیدن او حلیم افتیدن نادر حلیم گناهگار بوده است. وقتی حلیم نخواست پای نادر را زیر میکند او میافتد. بعد نادر مثل خروس جنگره به سوی حلیم میدود. و در آخر چی میکند؟ در آخر حلیم به او سخن سحرناک میگوید و او را از اسب جهل میفرارد. میدونید در آخر چی میگوید؟ سخن گفته است که میبخش جور جان قصدر نکردم. همین سخن سحرناک است. خوب افسانه جواریک قهرمانش کدام هستند؟ جواریک، الوک و خسک هستند. از کجا گذشتن میخواهند که بسیار خطرناک بود؟ از لب ساحل. از لب ساحل نه، از دریاچه، از جوبورا گذشتنی میشوند. اما کوپروک نبود. الوک تکلیف میکند که بیا لب جوی رفتن میگیریم. در یگان جای کوپروک یافته میگذاریم. بعد الوک خسک جواریک میگوید که نه، کوپروک افتن بهوده است. خوبترش تو خسک کوپروک شو. بعد ما از روی تو گذشته تو رو به دیگر طرف ساحل میگذارونیم. خسک راضی شده. کی اول میگذارد؟ اول جواریک میگذارد. الوک بشه در آن طرفی دریا فکر کرده میستد. بعد جواریک به او میگوید که های
های علاوه مگر ترسیدی که به این طرف نمیگذاری؟ باز من نفهمیده تو رو به خود شریک کردم. این گپ اینجوریه. تشکر. یک لطیفه بگوید که کمی خوشحال شویم. فرهاد گریه کنان و پیش مادرش میآید. بعد مادرش از او میپرسد که چرا گریه داری؟ فرهاد میگوید که قفس توتی رو تازه داشتم، نگاه دیدم که توتی گم شده است. مادر با تادپزوم جواب میدهد که با چه قفس رو تازه میکردی؟ فرهاد با قهر جواب میدهد با چند کشک. از نامگوی لطیفه هایی که شما خونده اید خیلی نیست. لطیفه های عزیزم جای دوده شده است. بله. مرحمت. از عزیز بحث. اکرم به کاغذ 6 نوشته به اکبر گفت این رقم چند است؟ اکبر گفت این رقم 9 است. نه. اکرم قه زده خندید. نه تو نه نادان، این 9 نه 6 است. خودت نادان، 9 را 6 میگویی و باز میخندی. این دم اسکر اومده به بحث آنها گوش داد و گفت که بعد به آنها گفت که گپی هر دویتان هم درست است چون که روبرو نشسته اید. یعنی 6 و 9 چقدر نوشته میشوند؟ 6 را نویسین، اگر باز چپش کنین 9 میشود. وقتی که آنها روبرو نشستن همین طور شده است. آفرین. یگون چیزون گفتم میتونید دوزید؟ بله. روزها در سفر، شبها پشت در، جواب چیستان پای افضال. تمام عمر تنها میستد سر یک پا، جواب چیستان درخت. و بعد در زمستان میروید روی به پایان میروید. وقتی بروید آفتاب خوب به خود میشود آب، جواب چیستان یخ است. از تزگویک ها چی؟ تزگویک 13 تا. مرحمت یگون تزگویک بگوید. در لب جویچه یک سله چوجه، در لب جویچه یک سله چوجه، در لب جویچه یک سله چوجه، در لب جویچه یک سله چوجه. در چوجه افتاد در جویچه به چوجه ما خوجه، چوجه افتاد در جویچه به جوجه ما خوجه، چوجه افتاد در چوجه به چوجه ما خوجه، چوجه افتاد در چوجه به چوجه ما خوجه. همه تمام تاجیکستان در همین آزمون فقط همین تزگویک رو میگویند. بله. یگون تزگویک که دیگر میدونید؟ بله. مرحمت. که دیگران نگفته باشند تو وزیر. صابر جان ساعت ساز است، صاحب کسب ساز است. صابر جان ساعت ساز است، صاحب کسب ساز است. صابر جان ساعت ساز است، صاحب کسب ساز است. صابر جان ساعت ساز است، صاحب کسب ساز است. این مؤلف دارد همین تزگویک شما گفتید؟ نه. از حکیم فردوسی در نامگوی فهرست اثرهایی که شما خونده، شعرهایی که شما خونده، یک شعر جای داده شده است از داستان شاهنامه فردوسی، از پندنامه های فردوسی. از پندنامه های فردوسی کمک کس رو میدونه. مرحمت. توانا بود هر که دانا بود، بدآموزش دلی پیر برنا بود. برنج اندر آور تنت رواست، که خود رنج بردم بدآموزش سزاست. بیاموز و بشنو ز هر آدامنشی، بیابی ز هر آدامنشی رامیشی. آفرین. عایشه بانوی عزیز همه در اینجا دوگانه ها تو رفیقای دیگر در ستایش مادر شعر بسیار خواندن، لیکن در ستایش پدر قریب شعر نخواندن. اینجا یک شعر خوب انتخاب کردید تو. از کی است؟ ابوالقاسم لاهو تی. کنی؟ چه محبوبه چه جامنامه پدر جان، گل عشق دل جمله پدر جان. به چشم من زی هر چیزی که گویم، چه خوب است این بی از آمن پدر جان. شفیق و دل پذیر و مهربانه، رفیقی نیک مردم پدر جان. در این دورم تابریکی به دنیا، تو چون شمعی فرازان پدر جان. حبیبی مردمی از پا فتاده، طبیبی دردمندان پدر جان. عایشه بانو شعر بسیار از برکردگی. من همین فقط یک چی میپرسم از شما، خواهش دارم از شما که همین بهترین شعری که برای خودت پسند است همون رو خوان کنی همینجا. شعر از عبدالستار رحمانی. بچه دفت شد
کنی میلاش عبدالستار رحمانی بیبی رو 60 سال است خوش گفتار و خوش حال است مادر جانم نماند با کار او زند دست بیبی در آید از در مادرم برآرد پر جو دهد و بگوید مادر جان بالا گذر و مادری دل سوزم دویم دیده می دوزم چسان حرمت کردن را من از او می آموزم تشکر سلامت باشید